سلام. انگشت‌گذاری 4 انگشتی قسمت اول. شیوه رایج انگشت‌گذاری در سازهای تار و ستار در حال حاضر به شکل 3 انگشتی انجام میشه. اما این روش 3 انگشتی مسائل و مشکلاتی داره که تا به حال به اون پرداخته نشده. من در اینجا میخوام راجع به این موضوع صحبت بکنم و شیوه‌ای رو پیشنهاد بدم که میتونه جایگزین این روش 3 انگشتی بشه. بخش اول، پیشینه تاریخی. ما در بعضی از رسالات موسیقی قدیم به روشی از انگشت‌گذاری به نام اصابع برمیخوریم. عبدالقادر مراغی در توضیح این تصویر اینطور میگه: قدما آلتی وضع کردند و بر آن 5 وتر بسته و گردانیدند. مطلق هر وتری را مساوی ثلث ارباع مافوقش. پس محتاج شدند به آن که دساتین 7 باشد و کامل شود جماعات برای هر نغمه‌ای و حدت آن. به درستی که مخصوص گردانیدند هر دستانی را به اسمی. پس ما وضع کردیم برای آنها مثالی و ذکر اسمای اوتار و دساتین آنها به اصطلاح ایشان کما رسم. و در جای دیگه در توضیح اصابع اینطور میگه: ارباب عمل اصابع را نامها گویند بر این گونه: ابهام، سبابه، وسطی، بنسر، خنسر علل ترتیب. به نقل از تقی بینش، اصابع عبارت بوده است از نامیدن پرده ها به نام انگشتان دست، به این معنی که چون برای گرفتن هر پرده باید انگشتی را روی دسته ساز می‌گذاشته‌اند، یا اگر ساز پرده نداشته است برای هر نغمه معین انگشت به خصوصی را روی وتر یا سیم قرار می‌داده‌اند، پرده ها را بر حسب اسامی انگشتان مشخص می‌کنند. اینها می اومدن از انگشت اول، دوم، سوم، چهارم استفاده میکردن و به ترتیب ما میدونیم گفتن سبابه، وسطی، بنسر و خنسر اسم این 4 تا انگشت بوده. به انگشت شست هم میگفتن ابهام. انگشت شست هم چون در واقع در پشت دسته ساز بوده، در انگشت گذاری نقشی نمیتونسته ایفا بکنه. البته این تصویر مربوط به ساز عود هست. ما میدونیم ساز عود خیلی نقش قابل توجهی داشته در توضیحات تئوریکی رسالات موسیقی قدیم، همونطور که تئوری‌های موسیقی فرهنگ غربی خیلی از مبنای توضیحاتشون بر اساس ساز پیانو هست. اینجا هم ما میبینیم که خیلی از مسائل تئوریکی رو بر مبنای ساز عود توضیح میدادن. قدیمی ترین منبعی که در واقع از انگشت‌گذاری اصابع درش یاد شده رساله کندی هست. کندی متوفای 260 هجری هست، یعنی میشه قرن سوم. آقای تقی بینش به نقل از آمنون شیلوها اتنوموزیکولوگ روش اصابع رو از اسحاق موصلی میدونه. اسحاق موصلی متوفای 236 هجری هست، یعنی باز همون قرن سوم، منتها قبل از کندی. اما بعد به نقل از فارابی باز ایشون میگن که در کتاب موسیقی کبیر که به پرده هایی مثل مجنب و وسطای زلزل که منسوب به منصور زلزل هست اشاره میشه، این موضوع برمیاد که روش نامگذاری اصابع قبل از اسحاق موصلی وجود داشته. به هر حال چون منصور زلزل و اسحاق موصلی نسبت خانوادگی داشتن، تشخیص این که این روش دقیقاً منتسب به کدوم یکی از اینها بوده کمی کار سختیه. اما به نظر میاد که اسحاق موصلی تکمیل کننده این روش بوده باشه.
به این اعتبار قدیمی ترین رد پای این شیوه انگشت گذاری تقریبا از قرن 2 میشه. اما یکی از دوستانم آقای میلاد محمودی فرضیه‌ای رو درباره پیشینه روش اصابع به من گفتن که اشاره بهش در اینجا میتونه جالب باشه. ساز عود از اونجا که قبل از اسلام در ایران رایج بوده و در دوره ساسانی ما نوازنده ها و موزیسین هایی داشتیم که روی این ساز مسلط بودن، مثل باربد و مثل نکیسا که در تاریخ ازشون یاد شده، ممکن هست این شیوه انگشت گذاری ریشه در عودنوازی دوره ساسانی یا حتی قبل‌تر از اون، اما به هر حال قبل از اسلام داشته باشه. اما بعدها در تاریخ‌های متمادی دیگه‌ای ما می‌بینیم این روش انگشت‌گذاری از اشخاص مهم دیگه‌ای مثل فارابی، صفی‌الدین ارموی و عبدالقادر مراغه‌ای یاد میشه. یعنی ما رد پای این انگشت‌گذاری 4 انگشتی به شکل اصابع رو از قرن 2 تا 9 داریم، یعنی یه چیزی حدود 700 سال این تداوم داشته. تا اونجا که من میدونم بعد از عبدالقادر رساله یا کتابی نیست که درش از شیوه انگشت‌گذاری اصابع یاد شده باشه. ممکن هست این شیوه به خاطر این پشتوانه تاریخی خیلی زیادی که داشته و تأثیر ساز عود که توی فرهنگ ایرانی و اسلامی انقدر نمود داشته برای یه مدتی به شکل عملی حیاتشو داشته و به مرور زمان از بین رفته. با تأسیس هنرستان موسیقی و با تلاش‌های بعضی از افراد مثل منصور نریمان، اکبر محسنی و یوسف کاموسی عود دوباره احیا میشه. استاد نریمان خب چهره شناخته شده‌ای هستن، نیازی هم به توضیح نیست راجبشون. اما یه مصاحبه‌ای از استاد نریمان با روزنامه همشهری وجود داره که یه مقداری ایشون راجع به احیای عود در واقع درش صحبت میکنن و یه مقداری موضوع رو میتونه برای ما روشن بکنه. من متن این مصاحبه رو براتون میخونم. در عود استادی نداشتم، فقط از راه گوش به رادیوهای کشورهای همسایه استفاده بردم و به محمد عبدالوهاب خواننده و نوازنده بزرگ مصری به رادیو قاهره نامه نوشتم و درباره کوک و بعضی مسائل این ساز از وی سوالاتی کردم و مسائلی را مطرح نمودم. پس از چندی عبدالوهاب در جواب نامه من نوشت که کوک عود همانی است که خود شما انجام داده اید و خلاصه کل نظریات مرا تایید کردند. به استناد این مصاحبه اینطور برمیاد که ایشون از پیشینه‌ای که از عود در رسالات وجود داشته و شیوه نوازندگی بی اطلاع بودن و حتی ما می‌بینیم که وقتی عود احیا میشه انگشت‌گذاری عود به تبعیت از نوازندگی تار و ستار به شیوه سه‌انگشتی نواخته میشه. این نشون میده که احیای عود با پیشینه‌ای که از قبل داشته خیلی بیگانه بوده. اما میدونیم بعضی از شاگردان ایشون و یا نوازنده‌های عود نسل بعدی که با فرهنگ موسیقی عربی ترکی آشنا میشن انگشت‌گذاری عود رو در واقع به تأثیر از روش انگشت‌گذاری عربی ترکی به شکل 4 انگشتی کار میکنن.